اینجا فرودگاه بین‌المللی باتومیه. داریم راه الان راه یا اول دقیقا همون هواپیمای قبلیه. تازه راه خیلی دراز صاف و یه جایی هست حتما. نه فرودگاه اینجا دیدمش. یعنی فرودگاه امام خمینی اینجا. یه هوا تهران بد جور آلوده، خیلی بد آلوده. 200 هواپیما مشکلش ماما چیه؟ رسیدیم دیگه. ای هواپیمای ناسالم درست برو اقا ما رو سالم برسونیم. اینا اقا 100 مونده سالم برسون برو باید هر کاری خواستیم. این فقط 100 مونده. یکم بیا پایین. بله بیا پایین. الان دیگه ما فرودگاهیم دیگه عملا. فقط بالاش نخوره زمین بشکنه دیگه تق شد. یا اول این چه طرز رانندگیه؟ رانندگی نه پرواز کنه بالاش اینقدر شله انگار. چیزی نموده فقط اگه ما رو سالم برسونه. گرجستان این سمت اینجا به این خوشه. همین هواپیما مشکلش با من چیه؟ دیگه رسیم دیگه. فقط 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 یا اول دیگه تمام شد. الان رو هوایی الان نشست. جاده های گرجستان مگینا هواپیما مشکل خدماتش چیه با ما؟ نه اینجوری چپ میکنه راست چپ میکنه راست. دیگه رسیدیم. ویدیوهایی که گذاشتیم توی تلویزیون گرجستان اینا هم حتما ببینید تا بعدا. خدا نگهدار.